سلام خدمت بینندگان عزیز. نحوه سرویس و باز و بست استارت میخوام توضیح بدم که چطوری استارت باز میکنی، تعمیر میکنی. اگه ایرادی هم داشت توضیح میدم. اول باز میکنیم که متوجه بشید نحوه باز کردن چطوری. چرا باز میکنیم؟ میذارید کنار. کلر هم در میاریم، بعدش اینم ردش میکنیم. تموم استارت ها کلا یه سیستم دارن، یعنی آرمیچر متشکل از آرمیچر، اتوماتیک، بالشتک، دو شاخه استارت، دنده استارت، جاذقالی. پیچه رو باز میکنیم. اینم فنر اتوماتیکه، اینم پیستون اتوماتیکه. یه خارم داره اینجا که درش میاریم که بتونیم دو شاخه رو آزاد کنیم. اینم پیمش، اینم دو شاخه استارت، اینم دنده استارت، بالشتک، آرمیچر، جاذقالی. اینم کله است، کله استارت، حالا بهش میگن کله قندی. این بالشتک یه وقت میبینی مثلا این لقمه ها میشکنه یا در رفته، اگه در بره گیر میکنه با آرمیچر، اجازه نمیده آرمیچر دور بخوره دیگه، بد صدا میشه یا اصلا استارت نمیزنه. این هم اتوماتیکه. اگه ایرادی داشته باشه برق و انتقال نمیده به جاذقالی که بخواد آرمیچر دور بخوره. اینا رو دونه بدونه تست میکنیم، هر کدوم ایراد داشت میذاریم کنار، عوض میکنیم. اگر هم زغالا کوتاه بود یا کلا تموم شده بود که کلا جاذقالی تعویض میشه. 4 تا زغال میخوره. بعضی استارتا 2 تا زغال میخوره. بعضی از استارتا این دو شاخه میشکنه. مشتری میاد میگه آقا این استارتم گوش میره یا اینکه اصلا موتور دور نمیده. باز میکنیم این دو شاخه شکسته. حالا میتونی بهش دو شاخه شکسته باشه، میتونه از دنده باشه، یعنی دنده موتور رو دور نده. اینا رو باید تست کنی که متوجه بشه ایراد از کجاست. اینا رو که باز کردیم، بعد اینکه سرویس میکنیم دوباره دونه به دونه جمع میکنیم که متوجه بشید طریق جمع کردنش چه مدلیه.